یکی از فرماندهان سپاه دزدان جمهوری جنایتکار اسلامی در ایلام برگشته گفته هیچ دستگاهی مجاز به صدور مجوز جشن نوروز نیست، مطابق ارزش‌های ما نیست، یعنی نوروز مطابق ارزش‌هاشون نیست. دقیقاً چی مطابق ارزش‌هاتونه؟ ارتشاء، دزدی، اختلاس، فرستادن فرزنداتون تو کانادا و آمریکا زندگی کردن، از جیب مردم خوردن، از کیسه مردم ایران خرج سوریه و لبنان و یمن و فلسطین رو دادن، سرای مردم رو تو سطل آشغال کردن، به فلاکت رسوندن مردم ایران. اینا جز ارزش هاتونه؟ آره، زنها و دختران تنفروش، اینا همه جز ارزش هاتونه. اخیراً هم که نماینده مجلستون با وقاحت تمام برگشته گفته هر کی که پول نداره بره کلیه‌شو بفروشه. اینا جز ارزش هاتونه؟ نه، شرم شما.